سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه و روز خوبی رو شروع کرده باشین. خوش اومدین به کانال من. اینجا جاییه که میتونیم با هم درباره مراقبت از پوست و مو صحبت کنیم. سلام به همه خوشگلا، خیلی خوشحالم که اینجا هستین. میدونین که چقدر به پوست و موهام اهمیت میدم. همیشه سعی میکنم بهترین روش‌ها رو پیدا کنم. پوست و موی سالم و قشنگ نه تنها قیافمون رو بهتر میکنه، بلکه اعتماد به نفسمون رو هم بیشتر میکنه و حسابی حال آدم رو خوب میکنه. وقتی پوست و موی خوبی داریم، احساس بهتری نسبت به خودمون داریم. تو این ویدیو میخوام 10 تا نکته خیلی مهم رو بهتون بگم که کمکتون میکنه پوست و موهاتون عالی بشه. این نکات رو خودم امتحان کردم و نتیجه گرفتم. پس با من همراه باشین تا با هم بریم سراغ دنیای مراقبت از پوست و مو. مطمئنم که از این نکات لذت میبرید و بهتون کمک میکنه. روزی 2 بار، صبح و شب، صورتتون رو با یه شوینده خوب بشورین. این کار به پاکسازی پوست از آلودگی‌ها و چربی‌های اضافی کمک میکنه و باعث میشه پوستتون سالم و شاداب بمونه. بعد از شستن، از مرطوب کننده استفاده کنین تا پوستتون خشک نشه. هر روز کرم ضد آفتاب با SPF مناسب بزنین. هفته‌ای 1 بار یا 2 بار از یه لایه بردار ملایم استفاده کنین. موهاتون رو به اندازه بشورین. نه خیلی کم، نه خیلی زیاد. بعد از شستن موها، از نرم کننده استفاده کنین تا موهاتون نرم بشن. هفته‌ای 1 بار ماسک مو بذارین تا موهاتون جون بگیرن. موقع استفاده از اتمو و سشوار، حرارتشون رو کم کنین. میوه، سبزیجات و آب فراوان بخورین. خواب کافی برای سرحال شدن پوست و مو خیلی مهمه. مراقب خودتون باشین. همیشه به خودتون اهمیت بدین و از لحظات لذت ببرین. خب خوشگلا، اینم از 10 نکته مهم برای پوست و موی قشنگ. امیدوارم که از این نکات استفاده کنین و نتیجه بگیرین. یادتون باشه که مراقبت از پوست و مو یک کار همیشگیه و باید صبور باشین و ادامه بدین. هیچ وقت از تلاش دست نکشین. با رعایت این نکات ساده، میتونین تغییر رو تو پوست و موهاتون ببینین و حسابی به درخشین. همیشه به خودتون افتخار کنین. منتظر نظراتتون هستم. دوستون دارم. خدا حافظ. تا ویدیوهای بعدی، مراقب خودتون باشین و بدرخشین.